برنامه نویسی هوش مصنوعی با پایتون، یادگیری عمیق، دیپ لرنینگ، فرایادگیری، متا لرنینگ. فرایادگیری، متا لرنینگ. فرایادگیری رویکرد دیگری در هوش مصنوعی می باشد که در سالهای اخیر رایج شده است. متا کلمه یونانی است که معنی بعد از یا در ماورای یا آنطور که در اینجا ترجمه شده فرا می باشد. هنگامی که به صورت پیشوند به کار رود، متا معنی در مورد یا پیرامون معنی می دهد و متا لرنینگ به عبارت یادگیری در مورد یادگیری یا یادگیری فرایند یادگیری قابل تعبیر می باشد. واژه فرایادگیری در سال 1979 توسط دانالد مالزلی پیشنهاد شد. وی در نوشته خود سازوکاری را توصیف نموده که انسان توسط آن به شکلی فزاینده درگیر الگوهای ادراکی، پرسشی، یادگیری و توسعه این فرایندها می‌گردد که درونی شدند. در سال 1985 جان بیگز مفهوم فرایادگیری را برای توصیف حالت آگاهی یافتن از یادگیری شخص و کنترل نمودن آن به کار برد. می توانید فرایادگیری را به عنوان آگاه شدن و درک فرایند یادگیری تعبیر نمود که همانند عبارت اندیشه در پیرامون اندیشیدن قابل تصور می باشد. فرایادگیری در هوش مصنوعی اساساً در مورد کاربرد هوش مصنوعی سطح بالا یا فراست برای بهینه‌سازی هوش مصنوعی در سطح پایین‌تر می باشد. بنابراین می تواند برای یادگیری مؤثر و سریع همانطوری که در شکل صفحه بعد نشان داده شده آموزش یابد. ساختار ترسیمی فرایادگیری: هوش مصنوعی فراست در بالا بهینه‌سازی میشه که یک فرایند دو طرفه است. هوش مصنوعی سطح پایین، این سه هوش مصنوعی سطح پایین هستند که همه کمک میکنن به اینکه هوش مصنوعی فراست ایجاد شه. فرایادگیری که شاخه از یادگیری عمیق است و هدف آن آموزش مدل هایی است که بتوانند با داده های بسیار کم و در مدت زمان کوتاه خود را با وظایف یا تاسکس جدید تطبیق دهند. برخلاف یادگیری سنتی که مدل فقط یک مسئله خاص را یاد میگیرد، در فرایادگیری مدل در طول آموزش با مجموعه از وظایف متنوع روبرو می شود و یاد میگیرد چگونه به طور کارآمد یاد بگیرد. به بیان دیگر، مدل نه تنها پاسخها را یاد میگیرد بلکه فرایند یادگیری را نیز یاد میگیرد. در یادگیری معمولی یک دیتاست بزرگ مثلا MNIST را در نظر گرفته و مدل را مستقیما برای پیشبینی درست روی همین دیتاست آموزش میدهیم. اما در فرایادگیری یک سری وظایف کوچک small tasks از داده‌ها استخراج میکنیم. هر وظیفه شامل یک مجموعه پشتیبان support set و یک مجموعه پرسش query set است. دو مدل ابتدا با support set یادگیری سریع انجام میدهد، inner loop چرخه درونی. سپس روی query set ارزیابی می شود تا ببیند چقدر بعد از این یادگیری سریع عملکردش بهتر شده است. با تکرار این فرایند روی وظایف مختلف، مدل مهارت سریع یاد گرفتن را پیدا می کند. معرفی MAML مخفف Model Agnostic Meta Learning است و می توان آن را فرایادگیری بدون وابستگی مدل ترجمه کرد. هدف اصلی این الگوریتم این است که یک مدل را طوری آموزش دهد که بتواند با چند نمونه جدید خیلی سریع خودش را با یک وظیفه یا تسک تازه سازگار کند. ایده اصلی MAML، تصور کنید فردی نقاشی کشیدن بلد است. حتی اگر سبک جدیدی ببیند، خیلی سریع میتواند خودش را با آن سبک جدید وفق دهد. MAML دقیقاً همین کار را برای مدل‌های یادگیری عمیق انجام میدهد. یعنی مدل به جای یاد گرفتن
فقط یاد گرفتن فقط یک وظیفه یاد میگیرد، یعنی چطور یاد بگیرد. این کار با آموزش روی مجموعه از وظایف کوچک یا تاسکس انجام می شود. ساختار کلی کار MAML. الگوریتم MAML دو حلقه اصلی دارد. حلقه درونی Inner Loop، مدل یک نسخه کپی از پارامترهای فعلیش میگیرد. روی داده های سپورت ست از یک وظیفه خاص با چند گام گرادیان نزولی بهینه سازی می شود. این مرحله شبیه تمرین کوتاه است تا مدل روی آن وظیفه خاص بهتر شود. حلقه بیرونی Outer Loop. بعد از اینر لوپ مدل روی کوئری ست همان وظیفه ارزیابی می شود. خطایی به دست آمده استفاده می شود تا پارامترهای اولیه متا پارامترز بهبود یابند. این کار برای چندین وظیفه مختلف تکرار می شود تا پارامترها طوری یاد بگیرند که با هر وظیفه جدید به سرعت سازگار شوند. مزایا و کاربردها. مزایا مستقل از نوع مدل، حالا هر مدلی باشه، کانفنت، RNN، ترانسفورمر و غیره می باشد. یادگیری بسیار سریع روی وظایف جدید، few shot learning، بهینه برای شرایطی که داده های کمی از وظیفه جدید داریم. کاربردها: تشخیص تصویر با داده های بسیار کم، مثلا شناسایی چهره از چند عکس، پردازش زبان طبیعی، ترجمه یا تحلیل متن با داده کم، رباتیک، یادگیری حرکات جدید با تمرین محدود، پزشکی، تشخیص بیماری‌های نادر از تعداد کمی نمونه. مثال برنامه پایتون برای فرایادگیری. هدف از این برنامه یک مثال ساده و قابل توضیح از ایده متا لرنینگ نوعی AML لایک روی دیتاست MNIST است. هدف اصلی آموزش یک مدل پایه به طوری که وقتی با چند نمونه کم از یک وظیفه جدید روبرو می شود، با چند قدم اینر لوپ gradient descent اینر لوپ خودش را سریع تطبیق دهد و در وظیفه جدید عملکرد خوبی داشته باشد. یعنی به جای آموزش یک مدل برای یک وظیفه واحد، مثلا تشخیص 10 رقم، این مدل را طوری آموزش می دهیم که یاد بگیرد چگونه سریع یاد بگیرد. ادامه در صفحه بعد. مرور کلی ساختار برنامه: 1. وارد نمودن کتابخانه‌ها و انتخاب دستگاه CPU GPU. 2. تعریف یک مدل CNN ساده اما نسبتاً عمیق‌تر از نسخه ابتدایی. توابع کمکی برای ساختن وظیفه‌های دو کلاسه متوازن Support Query. تابع Forward with Weights، اجرای فوروارد با دیکشنری وزن‌های دلخواه برای حالتهای تطبیقی یافته. 5. MAML Inner Loop، انجام چند قدم ادپتیشن روی سپورت و خروجی گرفتن وزن‌های جدید با نگه داشتن گراف برای متا بک پراپ. 6. متا ترین، حلقه آموزش متا برای هر متا استپ چند وظیفه تصادفی ساخته برای هر وظیفه اینر لوپ انجام میشد و خطای کویری ها برای آپدیت مدل متا جمع می شود. 7. ارزیابی، مقایسه دقت قبل و بعد از ادپتیشن روی چند وظیفه آزمایشی. 8. ترسیم نمودارها و نمایش تصاویر نمونه. خب این برنامه اسمش هست متا لرنینگ 6 که با پایتون 380 انجام شده، اجرا شده. عنوان Optimize Simple MAML Like Example for MNIST. وارد کردن کتابخانه ها هستش. شامل import torch، import torch.nn از nn، import torch.optim از optim، from torch vision import datasets transforms، import random، import matplotlib.pyplot از plt، import numpy از np. device equal torch.device coda if torch.coda is available else CPU. خب به ترتیب عبارتند است: torch nn torch
تورچ NN و آپتیم. تورچ NN آپتیم اینها چی هستند؟ اینا کتابخانه های پایتورچ هستند برای ساخت و آموزش مدل به کار میرن. دیتا سیتس ترانسفورمز که از تورچ ویژن خارج میشن استفاده میشن. اینها از تورچ ویژن برای بارگذاری MNIST مورد استفاده قرار گرفتن میگیرن. رندوم برای انتخاب تصادفی 2 کلاس در هر وظیفه استفاده می شود. متپلاتلیب کاما نامپای، متپلاتلیب و نامپای برای ترسیم محاسبات عددی، ترسیم و محاسبات عددی به کار می‌برند. دیوایس، این استیتمنت اینه که برای این آورده شده اگر جی پی یو موجود باشد از اون استفاده می کند، در غیر این صورت از سی پی یو استفاده می شود. حالا این صفحه بعدی، یعنی تعریف مدل. گام 2 تعریف مدل CNN ساده، سیمپل CNN که عبارت از این استیتمنت ها. کلاس سیمپل CNN NN.module. این استیتمنت یعنی تعریف یک کلاس مدل که NN.model ماژول یعنی از NN.ماژول ارث‌بری می کند. و حالا بقیهش. دف یه تابع، init self، super simple CNN self init. 3 convolution layers no batch norm to keep adaptation simpler. شامل convolution conv1 equal nn.conv2d 132 kernel size 3 padding 1 conv2 conv2d 32 64 kernel size 3 padding equal 1 الی آخر. خب این تعریف، این که بحث شد، اول سلف کانولوژن، لایه کانولوژن 1. اولین لایه کانولوژن می باشد که ورودیش یک کانال امنیسته، از دیتا ست امنیسته که خاکستریه و با 1 مشخص شده و بعد کاما 32 کانال خروجیش هست. پدینگ در اینجا 1 و کرنل سایز یا فیلتر، اندازه فیلتر 3 می باشد، یعنی 3 در 3. کانولوژن 2 کانف 2 همون 30 متا در پرانتز هست 32 64 کرنل سایز 3 پدینگ 1. اون مثل بالاست، هم کرنلش فیلترش هم پدینگش، ولی 32 در 32 ورودیشه، از لایه قبل وارد شده و 64 خروجیشه. کانو 3 که دو بعدی، کانولوژنش دو بعدی، البته ورودی 64 خروجی 64، فیلتر 3 کرنل 3 پدینگ 1. و اینها در حقیقت ورودی خروجی های مشخص کرده، کرنل سایز ها را مشخص کرده است. و ورودی مشخص شد. اینها این لایه های کانولوشنن. کانولوشن رو ما داریم، میبینیم که 3 لایه کانولوشنه. برای چی هستن اینا؟ برای استخراج ویژگی های عمیق‌تر مورد استفاده قرار گرفتن. بعد پول سلف دات پول ایکوال NN دات مکس پول 2D. این کاهش ابعاد هر بار نصف. 3 بار پولینگ باعث می شود که اندازه فضای تصویر به ترتیب تقریبا اول 28 سپس 14 بعد 7 و در نهایت 3 می شود. self dot dropout equal nn dot dropout 0.25. این رگولاریزاسیون برای جلوگیری از بیش پردازش یا اوورفیتینگ انجام می دهد. self dot fc1 nn dot linear 64 3 times 3 120. این لایه چگاله، این لایه چگاله و fully connected layer اولیه که قبلا هم
بحثایی داشتیم در موارد قبل و بعدیش از self.fc2 n.linear 128,2 binary classification per task. این چیکار میکنه؟ خروجی دو کلاسه باینری برای هر وظیفه انجام میده. اینم دومین فولی کنت، کاملا لایه کاملا هموند میباشه. بخش یک تابع است. def forward self x equal torch.relu الی return. حالا اینها رو خط به خط بررسی میکنیم. تابع فوروارد مسیر عبور داده ها از لایه های مدل CNN Convolution Network را مرحله مرحله مشخص می نماید. خب هدف از فراخواندن این تابع، کال کردن این تابع، پیشبینی مدل می باشد. ورودی X همان تصویر یا مجموعه از تصاویر می باشند. اولیش استیتمنت بعدی x equal torch.relu self dot com1x. تصویر اول از لایه کانولوشن اول com1 عبور می کند. سپس تابع رلو روی خروجی اعمال می شود تا مقادیر منفی صفر بشوند و مدل بتواند ویژگی های غیر خطی را یاد بگیرد. خط بعدی x equal self dot pool x. پولینگ در اینجا از نوع مکس پولینگ می باشد و هدف از آن کوچک کردن اندازه تصویر و حفظ ویژگی های مهم و کاهش محاسبات و جلوگیری از بیش برازش اوورفیتینگ می باشد. خط بعدی x equal torch dot relu self dot com2x و x equal self dot pool x. دوباره لایه دوم کانولوشن conv2 روی ویژگی های قبلی کار می کند و سپس مکس پولینگ انجام می شود. این مرحله ویژگی های پیچیده تری را از تصویر را یاد می گیرد. بعدی x equal torch dot relu self dot conv3x x equal self dot pool x. لایه سوم کانولوشن conv3 وارد عمل می شود. اینجا استخراج ویژگی های پیچیده‌تر از حالت قبل انجام می گردد و سپس مجدداً عمل مکس پولینگ برای کاهش ابعاد اعمال می گردد. خب x equal dot x dot view x dot size 0, minus 1. این چه عملی را انجام میدهد؟ خروجی سلایه کانولوشن سلایه های قبل که گفتیم یک ماتریس چند بعدی می باشد، مثل یک پشت استک از تصاویر کوچک. این خط آن را به یک بردار یک بعدی فلت تخت تبدیل می کند تا بتواند وارد لایه های کاملا متصل همبند یا fully connected layers بشود و size x.size 0 تعداد نمونه های در بچ را نگه می دارد. -1, -1 بقیه ابعاد را خودکار تخت یا فلت می نماید. و x equal self dot dropout torch dot relu self dot fc1x. اول یک لایه کاملا همبند fc1 برای ترکیب ویژگی ها استفاده می شود. روی خروجی آن رلو اعمال می گردد. بعد از آن dropout اعمال می شود. بعضی از نورون ها به طور تصادفی خاموش می شوند تا مدل وابسته به چند ویژگی خاص نشود و جنرالایزیشن یا تعمیم پذیری بهتر گردد. و بالاخره return self.fc2x. در نهایت خروجی وارد لایه آخر fc2 می شود که تعداد نودهایش برابر با تعداد کلاس های پیش بینی می باشد. مثلا 2 کلاس برای تشخیص 2 رقم در یک وظیفه تسک. این خروجی خام لاگیتس می باشد و بعداً سافت مکس یا کراس انتروپی روی آن اعمال می گردد. خب utilities for task creation.
این تابعی است که اسمش هست Sample Balanced Indices، شامل Def Sample Balanced Indices Dataset Targets CLS K. این تابع که نامش از Sample Balanced Indices وظیفش انتخاب تعداد ایندکس از بین برچسب‌های یک دیتاست که به نام Dataset Underlying Targets می باشد که همگی مربوط به یک کلاس خاص یا CLS باشد. ورودی های این تابع عبارتند از Dataset Underlying Targets، آرایی یا تنسور شامل لیبل تمام داده هاست. CLS، شماره کلاس مورد نظر، مثلا 3 برای تصاویر عدد 3 می باشد. کی، تعداد نمونه هایی است که می خواهیم انتخاب کنیم. بعدی یک توضیح Return K indices from dataset underlying targets equal to CLS no replacement. خب این چی میگه؟ این یه داک استرینگ هست که توضیح میدن کی تا اندیس را از بین دیتاست underlying targets برمیگردانند که کلاس آنها برابر CLS باشد و بدون جایگزینی انتخاب شده باشند، یعنی یک نمونه دوبار انتخاب نشود. این توضیح این خط هستش، این کامنت هست. بعدی idx equal torch.var dataset underlying targets equal CLS 0. این خط تمام مکانهایی را که مقدارشان برابر CLS است پیدا می کند. torch.var خروجی را به صورت یک تاپل از تنسورها برمیگردند. برای همین 0 آخر استیتمنت 0 گذاشته شده، 0 گذاشته شده تا فقط خود اندیس ها را بگیریم. IDX شامل نتیجه این که IDX شامل همه ایندکس های دیتا ست میشود که کلاس آنها CLS می باشد. خب استیتمنت بعدی perm equal torch.rand perm len idxs. torch.rand perm x عبارت است از یک آرای شامل اعداد 0 تا n منهای 1 به ترتیب تصادفی برمیگرداند. اینجا در واقع دارد ترتیب IDX را به صورت تصادفی یعنی یا رندوم به هم میریزد، یعنی شافل یا بر میزند. بعدی chosen equal IDXS perm K تا K، همه عناصر تا K از بین ترتیب تصادفی فقط اولین کی عدد را انتخاب میکنند. به این شکل chosen شامل کی تا اندیس تصادفی از کلاس CLS خواهد بود. در نهایت همین لیست اندیس ها انتخاب شده را برمیگرداند. return chosen. در حقیقت کل این تابع کاری که میکنه اینه که این تابع به طور تصادفی کی نمونه از یک کلاس خاص را انتخاب میکند بدون تکرار، برای اینکه داده ها در وظیفه یا تسک مورد نظر متعادل باشند. ادامه بررسی کد. این بخش هست از اینجا شروع میشه. def create underline task underline balanced دو پرانتز dataset comma num underline support per class equal 5 num underline query per class equal 50 و الی آخر. خب اول این رو بررسی میکنیم. این چیه؟ این تابع به نام create task underline balanced هست. هدف از آن ساختن یک تاسک یا وظیفه متعادل یا بالانس تاسک برای فرایادگیری یا متا لرنینگ است می باشد. ورودی های آن یا آرگومان آن عبارتند است
دیتا ست. این دیتا ست شامل تصاویر و برچسب هاست که در آنجا همان دیتا ست MNIST می باشه. نام underline on support underline per class. این تعداد نمونه هایی که در ساپورت ست می باشد برای هر کلاس میخواهیم مشخص کنیم که وارد این سیستم بشه. نام underline query per class equal 50. تعداد نمونه هایی که در query set برای هر کلاس میخواهیم اینجا مشخص میشه. بعدیش این یه کامنت. Create a balanced two class task returns support X, support Y, query X, query Y, classes list. این توضیح میگوید که تابع یک وظیفه یا تسک دو کلاس متعادل میسازد و خروجی شامل support X تصاویر مجموعه پشتیبان یا support می باشد. support Y برچسب های مجموعه پشتیبان. query X تصاویر مجموعه پرسشی یا query و query Y برچسب های مجموعه پرسشی یا query می باشد. class list جزو این ورودی ها هستش. class list و این چیست؟ لیستی از شماره کلاس هایی است که انتخاب شدن. این توی کامنت ذکر شده و مشخص شده که یعنی آخرش classes list این که گفتیم. بعد هست classes equal random dot sample range 10 to. از بین اعداد 0 تا 9 کلاس های MNIST دو کلاس به صورت تصادفی انتخاب میکنن. مثلا ممکن است دوگانه 7 و 3 باشن یا دوگانه اعداد دیگر 4 و 8. اینا بین 0 تا 9 هستن در MNIST انتخاب نمایند. بعد S underline list X S list Y equal لیست خالی دو تا لیست خالی و Q list X Q list Y دو لیست خالی. این 4 لیست خالی رو برای ذخیره داده ها می سازد. S list X تصاویر مجموعه پشتیبان می باشد support و S list Y برچسب های مجموعه پشتیبان می باشد. Q list X تصاویر مجموعه پرسشی یا query می باشد. Q list Y برچسب های مجموعه پرسشی می باشد. بعدیش for I, CLS in enumerate classes. این یه لوپ، یک حلقه یا لوپ روی کلاس های انتخاب شده اجرا می کند. I شماره تکرار 0 یا 1 برای دو کلاس و CLS شماره کلاس مثلا 3 یا 7 می باشد. این شماره تکرار رو نباید اشتباه کرد با شماره کلاس. شماره تکرار ما دو تا کلاس داریم 0 یا 0 یا 1 ولی CLS شماره کلاسه مثلا 3 یا 7. S بعدی لاین بعدی تحت عنوان سپورت پشتیبان. S underline IDX is called sample underline balance indices dataset dot targets CLS num support per class. برای مجموعه پشتیبان از تابعی که قبلا توضیح دادیم یعنی sample balance indices استفاده میکنه. این خط نام support per class نام support per class. این تا اندیس این خط تا اندیس تصادفی در کلاس CLS را انتخاب کند. خب بعدیش S X equal dataset dot data S IDX dot on squeeze 1 float divide by 255.0. این چیکار میکنه؟ داده های تصویری مربوط به این اندیسه را برمیدارد، آن اسکویز میکنه که یک گذاشته براش، یک بعد اضافه برای کانال تصویر ایجاد میکند
برای ام نیست که تصاویر سیاه‌وسفید یعنی گری اسکیل هستن در کانال و کانالش یکه. فلوت تبدیل به اعداد اعشاری میکند اینها رو، تقسیم بر 255 ممیز 0 یعنی عدد اعشاری باعث نرمال سازی هنجارسازی پیکسل ها بین 0 و 1 میشه. sy equal torch dot full to parenthesis num support per class I d type torch long. یک آرایه از اندازه نام ساپورت پر کلاس می سازد که همه مقادیرش برابر آی می باشد. و بالاخره دقت کنید که این در اینجا آی استفاده شده و نه CLS، چون برای یک وظیفه تسک باید برچسب‌ها رو از 0 شماره گذاری کنیم. کلاس نخستین 0، کلاس دوم 1 و بعد دو استیتمنت بعدی slistx.append slistY.append.sy داده های SX و SY ساخته شده را به لیست مجموعه پشتیبان اضافه می نمایند. ادامه صفحه قبل. اینجا داریم کویری که هست QIDX equal sample underline balanced indices داخل پرانتز دیتا ست target CLS num query per class. مشابه بخش ساپورت، اینجا اندیس های از کلاس CLS را انتخاب میکنید ولی این بار تعداد نمونه ها یعنی num query per class می باشد. این نمونه ها برای مجموعه پرسشی query set استفاده می شود. لاین بعدی QX equal dataset dot data QIDX on squeeze 1 float divided by 255.0 تصاویر مربوط به اندیس های QIDX را برمی‌دارد. آن اسکویز 1 یعنی یک بعد کانال اضافه می کند. برای ام نیست یک کانال، برای ام نیست یک کانال اضافه میشه چون ام نیست یک کاناله هستش. خاکستری گری اسکیل. فلوت به عدد اعشاری تبدیل می نماید و تقسیم بر 255 می کند و باعث نرمال سازی بین 0 و 1 می گردد. و بعدیش هست QY underline Y torch.full num query per classes I d type torch long. برچسب‌های پرسشی ساخته میشوند با مقدار I، نه شماره اصلی کلاس M نیست بلکه شماره کلاس در این وظیفه یا تسک. QList x.append QX QList underline Y append QY تصاویر برچسب‌های کوئری به لیست مربوطه اضافه می شود. بعد support x torch.cat slist x dim 0 to device الا support y همچنین query x query y. این 4 استیتمنت. بعد از پایان حلقه لوپ، حلقه فور هستش، لوپ فوره، داده های ساپورت و کویری هر کلاس جداگانه ذخیره شدن. حال باید همه را در یک تنسور واحد ترکیب نماییم. خب حالا این چیه؟ torch.cat داده های هر کلاس را در بعد 0 به هم میچسباند و to device که آخرش dot to device داده ها را به GPU یا CPU منتقل می نماید بسته مقدار دیوایس که آیا GPU یا CPU. بعد perm underline s perm underline q support x و query x. این optional shuffle support query. این بخش اختیاری است و شافل کردن یعنی بر زدن داده ها هستش که بهتره انجام بشه. اولیش از torch.rand perm len support y یک ترتیب تصادفی از اعداد ایجاد می کند. این ترتیب برای آمیخته کردن یا مخلوط کردن داده های ساپورت و کوئری استفاده می شود. این کار کمک می کند که ترتیب داده ها تصادفی باشند و مدل به ترتیب وابسته نشود. نهایتاً خروجی تابع
return support x support y query x query y classes. این خروجی تابع است و داده های زیر رو برمیگرداند. یک تصاویر مجموعه support x، برچسب‌های support y، تصاویر query x، برچسب‌های query y و آخر لیست شماره کلاس های انتخاب شده، همون آخرش classes هستش. Def forward with weights model x weights. این تابع تقریبا مشابه فوروارد مدل عمل می‌کند، اما به جای استفاده از پارامترهای داخلی مدل که داخل مدل ذخیره شده‌اند، از یک دیکشنری weights استفاده می‌کند که شامل وزن‌ها و بایاس‌ها میباشد که زیرش نوشته perform forward pass using weights dictionary mapping parameter names to tensors that works for conv1 conv3 fc1 fc2 که این هم همین بحثی بود که اینجا صحبت شد. X این روش معمولاً در متا لرنینگ به خصوص MAML استفاده می شود، چون ممکن است بخواهیم مدل را با وزنهای بروز شده موقت تست کنیم، آزمایش کنیم بدون اینکه وزنهای اصلی مدل تغییر کنند. و بعدش از x equal torch.relu torch.nn functional conv2d x, weights conv1.weight weights conv1.bias padding equal 1 و x equal torch.nn functional.maxpool 2d x2. این بخش لایه کانولوشن اول است و torch.nn functional conv2d عملیات کانولوشن را روی x انجام میدهد با استفاده از وزن‌ها و بایاس‌های موجود در دیکشنری ویتس. پدینگ ایکوال 1 باعث می شود ابعاد تصویر بعد از کانولوشن زیاد کوچک نشود. بعد از کانولوشن تابع فعالسازی رلو اعمال می شود. سپس مکس پولینگ با اندازه 2:2 انجام می شود تا ابعاد تصویر نصف شود. بعد x equal torch.relu torch.nn functional conv2d x weights conv2d conv2.weight weights conv2.bias padding equal 1 x equal torch.nn functional .max pool 2d x2. این هم دو تا استیتمنته مشابه مرحله قبله، ولی این بار با وزنها و بایاس‌های لایه دوم کانولوشن یعنی conv2 انجام می شود و x equal بعدیش torch relu torch nn functional conv2d x weights conv3 weights conv3 bias padding equal 1 و بعد x equal torch.nn functional.maxpool 2d x2. این بازم مشابه مراحل قبلی یعنی کانولوشن 1 و کانولوشن 2 هست، ولی این بار برای لایه سوم کانولوشن conv3 این عمل انجام میشه. الان 3 لایه ما کانولوشن داریم. بعدی هست x equal x dot view x dot size 0 -1. این داده های سه‌بعدی کانال سه‌بعدی که شامل کانال، ارتفاع و عرض می باشند به یک بردار یک بعدی تخت فلتن می شوند تا آماده ورود به لایه های کاملا همبند یا فولی کانکتد شوند. و x equal torch.nn functional.linear torch.nn functional dropout torch.relu torch.nn functional.linear x weights fc1 weights fc1.bias p equal 0.25 train equal true weights fc2.weight weights fc2.bias. این قسمت معادل اینه که
تصور کنید FC1 لایه همبند 1 fully connected 1 goes to ReLU then to dropout then to FC2. یعنی اول لایه fully connected یا همبند اول FC1 با وزن و بایاس از ویتس، بعد از اون رلو برای غیر خطی سازی، سومی دراپ اوت با نرخ P equal 0.25 25 سنت برای جلوگیری از اوورفیتینگ بیش برازش در حالت ترینینگ فعال است. و بالاخره چهارم لایه فولی کانکتد دوم FC2 که خروجی نهایی مدل را تولید می کند. و بالاخره ریترن X خروجی نهایی X برگردانده می شود. این خروجی معمولا لاگیتس است که بعداً به سافت مکس یا کراس انتروپی داده می شود. حال این بخش رو مورد بررسی قرار می دهیم. این تابع هست Inner Loop Adaptation Multiple Steps که هست def MAML underline inner loop model comma loss fn comma support underline x comma support underline y inner underline steps equal 5 inner underline lr equal 0.01. این تعریف تابعی که یک حلقه درونی سازگاری را اجرا می کند می باشد که عبارتند از اجزای آن مدل. این مدل فعلی با پارامترهای متا یعنی تتا، loss underline fn تابع خطا مثلا cross entropy loss، بعد support underline x و support underline y داده ها و برچسب های support set برای یک وظیفه یا تسک می باشد. inner underline steps equal 5 چند قدم گرادیان نزولی در حلقه درونی انجام بشد، مثلا 5 گام گرادیان نزولی در حلقه درونی انجام میشه. inner underline lr equal 0.01 نرخ یادگیری حلقه درونی. بعد در نظر آلفا همون آلفا در فرمول MAML هست. ادامش این داکر استرینگ given current model perform inner adaptation on support set and return adapted weights dict this implementation keeps computational graph to allow meta backprop. این چی میگه؟ چه توضیحی میده داکر استرینگ؟ این تابع روی ساپورت ست انطباق انجام میدهد و وزنهای تطبیق یافته تتا پرایم را برمیگرداند. نکته مهم گراف محاسباتی نگه داشته می شود تا در حلقه بیرونی بتوان متا پس انتشار یا متا بک پراپ انجام داد. حالا قسمت بعدش start from current parameters. These are nn.parameter objects. Weights equal name param for name comma param in model.name parameters. این چی است؟ از پارامترهای فعلی مدل تتا یک دیکشنری میسازیم. کلید هستش نام پارامتر، مثلا conv1.weight مقدار مساوی خود پارامتره که nn.parameter. این دیکشنری نقطه شروع به روزرسانی های درونی است قبل از سازگاری تتا پرایم. خب for in range inner steps حلقه انتقاق سریع به تعداد inner steps باز گرادیان نزولی روی ساپورت اجرا می شود. از دید ریاضی هر بار تقریبا داریم تیتا minus alpha gradient of theta L underline support of f theta به تیتا و بعد Preds equal forward underline with weights model comma support x weights. این یک فوروارد با وزنهای فعلی در دیکشنری weights انجام میدهیم نه وزنهای داخلی مدل. این باعث می شود بتوانیم نسخه های
نسخه های موقتی را به صورت موقتی انطباق بدهیم. نسخه های موقتی انطباق یافته از وزنها را بدون دست دادن به خود مدل امتحان کنیم. و loss equal loss underline fn preds on comma support y. محاسبه لاس یا زیان روی ساپورت با خروجی پیش بینی شده. این همان L underline support است. بعد grads equal torch dot autograd dot grad loss comma least weights dot values create graph equal true. محاسبه گرادیان ها نسبت به تمام وزن‌های فعلی، یعنی تتا L underline support underline gradient create graph equal true بسیار کلیدی است. گراف محاسباتی به روزرسانی‌های درونی حفظ می‌شود تا در حلقه بیرونی بتوان گرادیان مشتق مرتبه دوم را عبور داد. یعنی همون چیزی که MAML را از تقریب‌های مرتبه اول جدا می‌کند. عیب این اشکال این موضوع یا عیبش مصرف حافظه یا محاسبه بالاست. اگر بخواهید نسخه FOMAML داشته باشیم، نسخه لایت سبکتر لایت، می توانیم create graph equal false بگذاریم و weights equal k weights k inner LR G for K multiplication sign inner K G in zip model dot name parameters grads. این چیست؟ به روزرسانی گرادیانی وزنها، یعنی تتا پرایم ایکوال تیتا ماینس آلفا multiplication sign gradient underline تیتا ال underline support. دقت های با ظرافت. اینجا یک دیکشنری جدید از وزنها ساخته می شود که مقادیرش تانسورهای جدید وابسته به تتا هستند. به خاطر اینکه ما create graph رو مساوی با true گذاشتیم. بنابراین در حلقه بیرونی می توان از مسیر این وابستگی ها متا پس انتشار، متا پراپ پس انتشار رو انجام داد. زیپ اونجا که نوشته زیپ مدل نیمد پارامترز گرادز فرض می کند ترتیب گرادیان ها با ترتیب نیمد پارامترز یکی است که همینطور هم هست، چون گرادز رو دقیقاً روی weights.values لیست weights.values به همان ترتیب گرفته ایم. و بعدش اگر پارامتری requires underline grad equal false باشد یا گرادیانی برایش برنگردد، باید allow underline unused equal true بگذاریم. در این مدل همه پارامترها قابل یادگیری هستند، پس نیازی به آن نمی باشد. بعد آخرش return weights خروجی یا برونده دیکشنری وزنهای انطباق یافته تتا پرایم برای همون وظیفه یا تسک را میدهد. این وزنها در حلقه بیرونی روی کوئری ست ارزیابی میشوند تا متالاس محاسبه شود و در نهایت پارامترهای اولیه مدل تیتا آپدیت شوند. خب ادامه بررسی جزء به جزء کد. بررسی بخش اصلی آموزش مین ترینینگ متا. این متا ترین هستش. هست def meta underline train meta model comma train data set meta underline steps equal 2000 task per meta batch equal 4 inner steps equal 5 inner LR equal 0.01 meta underline LR equal 0.001 support underline per class equal 5 query per class equal 15 print every equal 100. این تعریف تابع متال ترین هست. این چیست؟ این تابع مسئول آموزش سطح متا لرنینگ است. ورودی های عبارت از متا مدلی که قرار است پارامترهای اولیه تتا آن خوب یاد بگیرد.
به خوبی یاد بگیرن. train دیتا ست آموزشی که در اینجا ام نیسته. متا استپس تعداد کل گام‌های متا یادگیری، مثلا مثل ایپک در یادگیری های عادی. tasks underline per meta batch equal 4 تعداد تسک ها یا وظیفه هایی که در هر گام متا در نظر گرفته می شود. در اینجا 4 تاست. inner steps تعداد بروزرسانی گرادیان در حلقه درونی است. در حلقه درونی روی ساپورت ست هست. inner underline LR نرخ یادگیری حلقه درونی، همان آلفا. متا underline LR نرخ یادگیری حلقه بیرونی یا بتا. support per class equal 5 تعداد نمونه support از هر کلاس. query underline per class تعداد نمونه کوئری از هر کلاس. print every هر چند گام یک بار گزارش loss یا زیان چاپ شود. خب بعد meta underline optimizer equal optim dot adam پرانتز باز meta underline model dot parameters lr equal meta underline lr loss f underline fn equal nn dot cross entropy loss و آخرش meta underline losses. خب اینها هستن متا اپتیمایزر یا بهینه ساز آدم روی پارامترهای مدل متا که تتا هستن با نرخ یادگیری بیتا. لاس آندرلاین اف ان تابع خطا یا زیان یا لاس هست. اینجا کراس انتروپی برای دسته‌بندی به کار می رود. متا آندرلاین لاسز لیستی برای ذخیره مقدار متا لاس در طول آموزش برای رسم نمودار و تحلیل. خب بعد از اون for a step in range پرانتز باز 1 comma meta steps plus 1 meta underline optimizer dot 0 underline grad meta loss equals 0. این چیه؟ خب این عبارت هست از حلقه اصلی آموزش متا از گام 1 تا متا استپ هست. متا underline optimizer dot 0 underline grad این صفر کردن گرادیان ها برای جلوگیری از جمع شدن گرادیان های قدیمی. متا underline loss equals 0 متغیر برای جمع کردن خطاهای چند وظیفه‌ای یعنی چند تسکی در هر متا بچ. ادامه در صفحه بعد. ادامه صفحه قبل بود. For underline in range task per meta batch و SX, XY, QX, QY classes equal create task balanced و num query per class equal train data set comma num support per class equal support per class. در اینجا و این چهار لاینه نام کویری پر کلاس equal کویری پر کلاس. اینجا در هر گام متا چند تسک یا وظیفه جدید ساخته می شود. این اپیزود بیسد لرنینگ هست. create underline task balanced بالا داده های ساپورت و کویری را به به حد متوازن از دیتا ست انتخاب می کند.
و ادامهش خروجیش چی است؟ این SXSY داده و لیبل یا برچسب سپورت، QXQY داده و لیبل یا برچسب کوئری، کلاسز لیست کلاس هایی که اینجا این تاسک را تشکیل دادن. بعد adapted underline weights equal MAML inner loop meta model meta underline model comma loss underline FN SXSY inner steps inner LR equal inner LR. روی داده های سپورت این تاسک حلقه درونی یا MAML inner loop اجرا می شود. نتیجه وزن های انطباق یافته یا تتا پرایم برای این تاسک ایجاد می شود. اینجا همون مفهوم سریع یاد گرفتن یک تاسک خود را نشان میدهد. خب QPreds equal forward with weights meta model QX adapted weights و تاسک loss equal loss FN QPreds QY و meta loss equal meta loss plus task loss. حالا مدل با وزن‌های تطبیق یافته روی داده‌های کوئری تست می‌شود. تاسک لاس خطا روی ال کوئری پرانتز بار ال کوئری مشخص می‌شود. متا لاس مجموع خطاهای روی همه تاسک‌های این متا بچ مشخص می‌شود. این در حقیقت این قسمت اساره یا جوهره MAML است. یعنی چقدر وزن‌های اولیه مناسب بودن که بعد از انطباق سریع روی سپورت روی کوئری عملکرد خوبی داشته باشد. و ادامه meta loss equal meta loss divide by task per meta batch meta loss backward meta optimizer step meta losses dot append meta loss item. میانگین گرفتن از خطا روی چند تاسک یا متالاس. متالاس بکورد محاسبه گرادیان نسبت پارامترهای اولیه. این گرادیان شامل مشتقات مرتبه دوم هستند چون از create graph equal true از inner loop استفاده شد. متا اپتیمایزر دات استپ به روزرسانی تتا با استفاده از گرادیان های متا و همچنین متا losses.append meta loss item. این ذخیره مقدار متا لاس برای هر گام در لیست هست. if step print every equal 0 or step equal 1 که بعد print رو نوشته print f meta step meta loss dot item for f. چاپ کردن مقدار متا لاس در به ازای هر print every گام برای بررسی روند آموزش و آخر سر return meta losses. در پایان لیست همه متا لاس ها بازگردانده می شود که برای رسم نمودار روند آموزش مناسب می باشد. ادامه کد بررسی بخش evaluation helper def evaluate before after داخل پرانتز meta model dataset n tasks equal 10 support per class equal 5 query per class 25 inner steps 5 inner LR equal 0.01. خب تعریف تابع evaluate before after به این شرحه. این تابع برای ارزیابی عملکرد مدل متا قبل و بعد از ادپتیشن یا انطباق استفاده می شود. ورودی ها متا مدل متای آموزش دیده با پارامترهای اولیه تیتا، دیتاستی که می‌خوایم روی آن ارزیابی انجام دهیم، n tasks تعداد تاسک هایی که یا وظایفی که برای ارزیابی ساخته میشوند، support per class تعداد نمونه کوئری از هر کلاس، inner steps تعداد گام‌های انطباق یا ادپتیشن در حلقه درونی، inner underline LR نرخ یادگیری در حلقه درونی. خب بعد loss FN equal NN cross entropy loss before
before accuracies لیست خالی equal لیست خالی after accuracies لیست خالی task info لیست خالی. خب تعریف اینها هست loss fn تابع خطا یا loss cross entropy برای inner loop استفاده میشه. before accuracies لیست دقیق مدل قبل از انطباق adaptation دقت های مدل. after accuracies لیست دقت های مدل یا دقت های مدل بعد از انطباق. tasks info ذخیره اطلاعات هر تاسک مانند کلاس ها دقت قبل و دقت بعد. 40 in range n tasks sx, xy, sy, qx, qy classes equal create task balance. dataset داخل پرانتز dataset کاما num support per class equal support per class کاما num query per class equal query per class. اینها عبارتند از ایجاد یک تسک جدید با داده های ساپورت و کویری. ادامه خروجیش چیه؟ SX SY یعنی داده و لیبل یا برچسب ساپورت. QX QY یعنی داده و لیبل یا برچسب کویری. کلاسز کلاس هایی که این تسک شامل می شود. خب with torch dot no grad تابع دیگه preds before equal meta model qx ack before equal preds before argmax dim1 qy float mean item. قبل از انطباق یا ادپتیشن مدل مستقیما روی داده های کوئری تست می شود. preds before پیشبینی مدل متا قبل از انطباق یا ادپتیشن. ack before محاسبه دقت مدل تعداد پیشبینی های درست تقسیم بر کل تعداد پیشبینی ها. torch and grad چون نیازی محاسبه گرادیان در ارزیابی نیست این دستور باعث صرفه‌جویی در حافظه و سرعت می شود. خب بقیه در صفحه بعد خواهد. After adapt using support adapted weights equal MAML inner loop داخل پرانتز متا مدل کاما loss fn کاما sx کاما sy کاما inner steps equal inner steps کاما inner lr equal inner lr. خب این توضیحش اینه بعد از انطباق یا ادپتیشن هستش. ابتدا با استفاده از داده های ساپورت و حلقه درونی اینر لوپ مدل به وزنهای جدید یا تتا پرایم تطبیق داده می شود. سپس مدل با وزنهای تطبیق یافته روی داده های کوئری تست می شود. preds after پیشبینی مدل بعد از انطباق. ack after دقت بعد از انطباق. خب ادامه before ack append ack before after acks append ack after tasks info dot append داخل پرانتز ها classes ack before ack after و return before ack after ack task info. خب این چیه؟
ادامه. ذخیره دقت یا accuracy قبل و بعد از انطباق برای این تسک. ذخیره اطلاعات تسک شامل کلاس ها و مواقع دقت ها. و این return before acts هست در پایان 3 خروجی برگردانده می شود. یکی before acts لیست دقت های قبل از انطباق. after act لیست دقت های بعد از انطباق. tasks اینفو اطلاعات جزئی هر تسک، مثلا روی چه کلاس‌های ارزیابی شده است. run configure parameters here. این هست if underline name underline equal main underline این شروعشه. بخش اجرایی اصلی برنامه است. این بخش همان نقطه شروع برنامه در پایتون است. یعنی وقتی فایل به طور مستقیم اجرا شود و نه به صورت ایمپورت در یک فایل دیگر، کد داخل این بلوک اجرا خواهد شد. خب هایپر پارامترز میشه you can tune set lower for quick tests increase for better meta learning. Meta steps 2000 task per meta equal 4 inner steps 5 inner learning rate LR 0.01 meta LR equal 0.001 support per class equal 5 query per class equal 50. اینها مقادیر هایپر پارامترها می باشند که تنظیم می شود. خب اول متا استپس ایکوال 2000 تعداد کل گام های متا یادگیری هرچی بیشتر باشد آموزش بهتر اما طولانی تر خواهد. تاسک پر متا ایکوال 4 در هر مرحله متا یادگیری چند تسک تصادفی ساخته و پردازش می شود. inner steps equal 5 چند گام انطباق یا ادپتیشن در حلقه درونی روی داده های سپورت انجام شود. inner learning rate LR equal 0.01 نرخ یادگیری در حلقه درونی یادگیری سریع برای تسک جدید. meta LR equal 0.001 نرخ یادگیری در حلقه بیرونی یا متا آپدیت روی پارامترهای کلی مدل. support per class equal 5 تعداد نمونه ساپورت از هر کلاس، مثلا 5 تصویر برای یادگیری سریع. query per class 15 تعداد نمونه کوئری از هر کلاس برای محاسبه خطا و به روز رسانی متا. بعدش از load mnist train only use for tasks که شامل transform equal transforms.compose داخل پرانتر transforms.to tensor train dataset equal datasets.mnist root data train true download true transform equal transform. این بارگذاری دیتاست امنیسته. در این مرحله دیتاست امنیست بارگذاری می شود. با تو تنسور تصاویر 28 در 28 به داده های تنسوری 0 تا 1 تبدیل می شود. train equal true یعنی داده های آموزشی استفاده می شود. اگر دیتاست موجود نباشد با download equal true دانلود خواهد شد. بعد model equal simple CNN dot to device مدل ساده CNN که قبلا تعریف کرده بودیم ساخته می شود و روی دستگاه CPU یا GPU قرار می گیرد. بقیه در ادامه در صفحه بعد. print starting meta training recommend running on GPU if available اجرای آموزش متا.
ابتدا پیامی چاپ می شود که متا آموزش شروع شده است. این پیام هست starting meta training recommend running a GPU if available و پیشنهاد می کند که از GPU استفاده کنید چون سریعتر است. سپس تابع متا ترین با مدل و دیتا ست و تمام هایپر پارامترهایی که تعریف کرده فراخوانی می شود. خروجی این تابع لیستی از مقادیر متالاس در طول زمان است که در متغیر متالاس ذخیره می شود. ترسیم نمودار متالاس plot metalos with grid. اولی از PLT figure fix size equal 8.4 یک شکل جدید برای نمودار ساخته می شود که فیکس سایزش اندازه این شکل است 8.4 یعنی عرض 8 اینچ و ارتفاع آن 4 اینچ. PLT.plot metalasses label equal metalas مقادیر متالاسس که در طول آموزش ذخیره شدن روی نمودار ترسیم می شود. محور X شماره گام های متاست روش متا استپس و محور Y مقدار خطا یا زیان لاس. لیبل ایکوال متالاس یک برچسب لیبل برای نمودار می سازد که بعداً در لجند نمایش داده خواهد شد. PLT.xLabel متا استپ PLT.yLabel لاس برچسب‌های محور رو مشخص کنم. محور افقی متا استپس گام‌های متا، محور عمودی لاس میزان خطا، میزان زیان یا خطا. PLT.title meta loss during training عنوان نمودار هست meta loss during training یعنی تغییرات خطای متا در طول آموزش. PLT.grid true داخل پرانتز یک شبکه گرید یا گرید روی نمودار ترسیم می شود تا به خواندن مقادیر آن آسان تر باشد. و PLT.legend legend یا همون راهنمای نمودار اضافه می شود فقط برای متالاس. PLT.layout تایت لیات فاصله ها رو طوری تنظیم میکنه که متن نمودار به خوبی جا بگیرن و چیزی بیرون نمانند. PLT.show در نهایت نمودار روی صفحه نمایش داده می شود. ادامه کد. حال بخش ارزیابی مدل قبل و بعد از انطباق adaptation را بررسی میکنیم. Evaluate on multiple test tasks and show comparison. underline test underline task is equal 8 میخواییم مدل را روی چندین تسک آزمایش کنیم. underline test underline task is equal 8 یعنی 8 تسک مختلف 8 وظیفه مختلف برای آزمایش انتخاب می شود. بعد before underline x after x tasks info equal evaluate before after داخل پرانتز model train dataset n tasks equal n test underline tasks support per class equal support per class query per class equal 25 inner steps equal inner steps inner LR equal inner. این خط تابع evaluate before after را اجرا می کند. این تابع 3 خروجی می دهد. یک before x لیستی از دقت مدل روی هر تسک قبل از adaptation یعنی انطباق بدون یادگیری داده جدید. after x لیستی از دقت مدل روی هر تسک بعد از انطباق یعنی وقتی چند گام روی داده های تسک آموزشی داده می شود. سه tasks info
اطلاعات هر تسک شامل کلاس های انتخاب شده و دقت قبل و بعد. پارامترها n tasks equal n test tasks. تعداد تسک ها 8. سوپر support per class equal support per class. تعداد نمونه های پشتیبان support برای یادگیری سریع. query per class equal 25. تعداد نمونه های آزمایش یا تست query برای ارزیابی هر کلاس. inner steps equal inner steps. تعداد گام های انطباق چند بار روی داده های سپورت تمرین می شود. inner underline LR equal inner LR. نرخ یادگیری learning rate برای انطباق adaptation. بعد print summary. for I, info in enumerate tasks underline info. classes ACK B, ACK A equal info. print F test task I plus 1 digits classes before ACK, ACK B 3F, after ACK, ACK A 3F. این حلقه روی همه تسکا میچرخد و نتیجه هر کدام رو چاپ میکند. کلاسز شماره ارقام انتخاب شده در آن تسک مثلا 3 و 7. ACK B دقت قبل از انطباق یعنی before. ACK A دقت بعد از انتخاب یعنی after. نمونه خروجی مثلا میشه تست تاسک 1 digits 2 and 5 before یا تست تاسک 2 digits 1 9 before. همون پرینتی که قراره چاپ شه یه چنین چیزی خواهد. میانگین دقت های تسک ها محاسبه می شود. mean before میانگین دقت قبل از انطباق. mean after میانگین دقت بعد از انتخاب. این مربوط به mean before و mean after equal np.mean before x mean after np.mean after x است. خب print f an average before adaptation accuracy mean before 3f print f average after adaptation accuracy mean after 3f. در پایان میانگین دقت ها چاپ می شود. مثلا average before adaptation یه عددی میده مثلا 0.48 average after adaptation میشه 0.87. این بخش کد نشان میدهد که مدل قبل از دیدن داده های جدید چقدر خوب کار میکند و بعد از چند گام یادگیری سریع روی همان داده ها چقدر بهتر میشود. اگر after ACK خیلی بیشتر از before ACK باشد یعنی مدل واقعا قابلیت یادگیری سریع متا لرنینگ را پیدا کرده است. Plot bar chart of before and after accuracies across tasks. ترسیم نمودار میله‌ای بار چارت برای مقایسه دقت‌های قبل و بعد از انطباق. int equal np.arrange len before x. این خط یک آرای int میسازد که تعدادش برابر با تعداد تسک‌های تست همون طول before x می باشد. مثلا اگر 8 تسک داشته باشیم این میشه 0 1 2 3 4 5 6 7 و 8. width equal 0.35. پهنای میله های نمودار در اینجا مشخص می شود. اینجا 0.35 انتخاب شده که تا میله های قبل و بعد کنار هم جا شوند. بعد plt dot figure size equal 8 and 4. یک نمودار جدید با اندازه 8 در 4 اینچ ساخته می شود. plt.bar int minus width over 2 before x width comma label equal before plt.bar int plus width divided by 2 comma after x width label equal after. این دو خط دو نمودار میله‌ای ترسیم می کند.
before X میله های آبی قبل از انطباق، after X میله نارنجی بعد از انطباق. مکان میله ها int minus width over 2 کمی سمت چپ شیفت داده می شود، میله های before هن، و int plus width over 2 کمی به سمت راست شیفت داده می شود که میله های after هستند. به این صورت هر تسک دو میله مقایسه خواهد داشت. بعد plt.lim این لیمیت رو بین 0 و 1 برای اینکه این اعداد 0 و 1 هستند و بین 0 و 1 تغییر میکنن. برای من لیمیت رو اینجا مشخص کرده. و بعد plt.xlabel test task plt.ylabel accuracy. اینم xlabel مشخص میشه روش که محور ایکساد تست تسک ylabel و اینم accuracy هستش. و plt.title تایتلش از before vs after adaptation per test task. plt.grid axis equal y این خطوط شبکه‌ای گرید رو فقط روی محور y یعنی عمودی ترسیم میکنه تا خواندن دقت‌ها راحت‌تر باشه. plt.legend راهنمای رنگ‌ها legend اضافه تا مشخص کدام میله مربوط به before و کدام after هست. plt.tight layout و plt show نمودار مرتب سازی و نمایش داده می شود. البته plt.y limit که گفتیم lim محور عمودی y را بین 0 و 1 محدود می‌کنیم چون دقت همیشه بین 0 و 1 است و اونها که مشخص شد plt xlabel ylabel و تایتل اینا مشخص شد. یک نمونه از ترسیم آخرین ترسیم هاست. show one example task images test task data from task was in create task balanced again for display. و اینها هم که بقیه اطلاعاتی که باید ترسیم شن و ساب تایتل ها مشخصه و چیزهایی که باید ترسیم شن مشخص است. برونده یا خروجی این برنامه در زیر ارائه شده. همونطور که ملاحظه میشه از 1 در 2000 100 در 2000 200 در 2000 الی 2000 در 2000 استپه که متالاس اول 0.6941 بعد کاهش پیدا میکنه و آخر 0.022 228 همونطور که ملاحظه میکنیم خوبه کاهشش. این بقیه اعداد هستش. test task 1 digits 4 and 2 before accuracy 0.5 after accuracy 1. بسیار خوب. در مورد زوج 7 و 4 test task 7 و 4 before accuracy نیم after 0.98. همونطور که ملاحظه میشه کاپلای رو پیدا کرده در نظر گرفته 4 و 3 همشون قبل نیم ولی بعدش نزدیک به 1 هستن. averageش هست average before adaptation accuracy 0.5 average after adaptation متوسط بعد از میانگین بعد از انطباق دقتش از 0 accuracy 0 985. بسیار خوب. ترسیم همون اعدادی قبل از این ذکر کردیم به صورت عدد نشون داریم. لاس رو محور ایگرک ها وای ها و متا استپ که 2000 استپ بود رو محور ایکس هاست. این هست متالاس دیورینگ ترینینگ متالاسه که بود 0.7
کاهش پیدا میکنه و نزدیک صفر میرسه که تو اعداد نشون دادیم و بسیار نشون دهنده خوب کار کردن سیستم هست. نمودار میله‌ای که توضیح دادیم این ترسیم میشه. محور ایگرکا وای ها accuracy، ایکسا تست تاسک، before آبی، after نارنجی. تاسکا کاملا before vs after adaptation per task. همونطور که دیدیم تو اعداد اینها اکثرا after نزدیک 98 بودش که قبل از اون متوسطش نیم بوده که اینا ترسیم شدن، هم اعداد اینجا ترسیم شدن. این برای زوج 9 و 2 سمپل نمونه تصویرهایی که برای 9 و 2 هستش. اینا دست نویسن و خیلی چالش اصلی در این سیستم همین در اعداد است. بعضی از اعداد خیلی مثلا 9 پایین ردیف 001 و 010 دو ردیفن پایین، مثلا 9 پایینی خیلی بد نوشته شده و یکی 9 آخری سمت لیبل 0 آخر پایین، 2 لیبل 1. این چالش اینجا هستش و چون که معلومه خیلی عالی با چیز نمودار نشون داره، خیلی خوب اینا رو خوب تعیین کرده و یادگیری کرده و مشخص کرده. یعنی چالش اصلی این سیستم همین تشخیص ارقام دستنویس هستش.